لقب بلینگون رو به این بازیکن دادن. کورنری که حالا گریزمان روی دروازه میفرسته، ضربه سر هرموسو، گل اول به ثمر میرسه. اتلتیکو مادرید خیلی زود دروازه رئالی ها رو باز میکنه. تیم سیمونه مشت اول رو به رئالی ها میزنه. 1-0 به نفع قرمز و سفید پوشان شهر مادرید. آشوبی قطعا در دل سیمونه هست، اما خودش آروم داره نشون میده. ماریو هرموسو زننده گل اول هست. خوشحالی علاقه‌مندان به تیم اتلتیکو مادرید. خطر جدی که روی دروازه رئالی ها آوردن به کورنر تبدیل شد. در ادامه ارسال با پای چپ، ضربه سر دقیق هرموسو از بین مدافعین و در نگاه مغلوب کپا آریزابالاگا توپ درون دروازه قرار گرفت. توپو کوبید به زمین، ضربه‌ای که سخت بود مهارش و گل اول بازی به ثمر رسیدیم. میتونه یه شوک ناگهانی برای رئالی ها باشه. رئالی که برگشت رو لوکیتا با پای راست توپو میفرسته، ضربه سر بازیکنان رئال مادرید، گل به ثمر میرسه. نتیجه بازی 1-1 مساوی میشه. آنتونیو رودیگر کارو به تساوی میکشه. بازی ضربات کورنر و ضربات سره. 20مین دقیقه 1-1 مساوی. این همون چیزیه که از شهرآورد شهر مادرید انتظار داریم. 20 دقیقه 2 گل با ضربات سر و این بار طغیان احساس و هیجان به نفع طرفدارای رئال. چقدر خوب رو هوا بلند شد آنتونیو رودیگر و به این شکل دروازه رو باز کرد. تو این هفته ها تو بازی‌های اخیر داره خوب گل میزنه برای رئالی ها. عالی ضربه سر رو زد بالاتر از ساوی. والورده خوب میبینه فرلان مندی رو در سمت چپ، پاس قطری بلند. فرلان مندی پاس عرضی برای رودریگو. وینیسیوس، بلینگام به راست میارن. دنی کارواخال ارسالی که انجام میده، فرصت برای رئال مادرید. گل دوم به ثمر میرسه. رئال مادرید با گل فرلان مندی 2-1 جلو میفته. این آشوب تمومی نداره. رئالی ها گل دوم رو هم در 30مین دقیقه به ثمر رسوندن. کار تماشایی بازیکنان رئال مادرید، حرکت ترکیبی که انجام دادن و در نهایت فرلان مندی گل زد. همه چیز از پاس قطری تماشایی والورده برای همین بازیکن شروع شد و با چند پاس تک ضرب دروازه اتلتیکو مادرید برای دومین بار باز میشه. مثل یه مهاجم قهار به توپ ضربه میزنه فرلان مندی. انگار سالیان ساله که از داخل محوطه جریمه به سمت دروازه حریفا ضربه زده. انگار نه انگار یه دفاع چپ اونجا رفته و گلزنی کرده. 2-1 نتیجه که تا به اینجا رقم خورده. نیمکت رئال رو ببینید، سر از پا نمیشناسن. آنتوان گریزمان موتور پیشران اتلتیکو چه حرکت تماشایی رو انجام داد. این حرکت باید این گل رو به همراه داشته باشه. 2-2 مساوی. آنتوان گریزمان بعد از 3 ماه در بازی‌های خارج از وندا متروپولیتانو گلزنی میکنه و حالا بهترین گلزن تاریخ این باشگاه به حساب میاد با 174 گل زده. چقدر قشنگ بود حرکت این بازیکن، چقدر تماشایی. 1-2 بازیکن رو جا گذاشت، مسیر رو به یک باره عوض کرد و با این تک ضربه دروازه کپا رو فرو ریخت گریزمان. چه رفت و برگشت تماشایی رو این بازی تا به اینجا داشته. این همون فوتبالیه که میتونه قلب هر بیننده‌ای رو به تپش بندازه. ریکلمه ارسال بلند که باید دروازه بیرون میاد، قاطی میکنن. گل سوم به ثمر رسیده. شاهکار رودیگر و کپا آریزابالاگا گل سوم رو برای اتلتی به همراه داره. کپا رفت که اعتراض کنه. وای که اگه این گل مردود اعلام نشه هوادارهای رئال نمیبخشن کپا آریزابالاگا رو. آنجلوتی ترجیح داد کپا رو به لونین. کپا روی توپای بلند ضعف داره، بازی با پاش خوبه، اما در خروج ها کار دست رئالی ها داد.
قطعا VAR به کمک داور خواهد اومد. اعتراض کپا و هم تیمیاش به داور مسابقه. صحنه قطعا مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. گل به خودی از رودیگر ثبت خواهد شد. مدافع گلزنی که این بار دروازه خودی رو باز کرد، هرچند که گناه اصلی گردن کپا آریزابالاگا بود. داور پرخاشی و پر سر و صدای اسپانیایی چه تصمیمی خواهد گرفت؟ خاویر روخاس. سیمونه داره نشون میده که اونجا چه اتفاقی افتاده. جود بیلینگام، رودریگو، وینیسیوس، حرکت انفجاری وینیسیوس جونیور رفت داخل محوطه جریمه. وینیسیوس ضربه میزنه، فرصت، بیلینگام شوت میزنه، مدافعی بازم بیلینگام، دروازه باز میشه بالاخره. این هم گل سوم، 3-3 مساوی. چه فوتبالی داریم میبینیم، چه خبره تو ورزشگاه و گل به ثمر میرسه. رئال مادرید کارو 3-3 مساوی میکنه. شهرآورد مادرید یعنی همین. کالتو دست بردار نیست، بازی بازم مساوی میشه. در نقشه که ابرقهرمان دنی کارواخال میاد و کارو به تساوی میکشونه. حمله همه جانبه رئال مادرید بالاخره جواب داد. یه بار گرفت اوبلاک، دفعه دوم بیلینگام اضافه شد، مدافعین برگردوندن، سومی رو برگردوندن، اما چهارمی کارو تموم کرد. یه فاصله 10 امتیازی بین دو تیم در رقابت‌های لالیگا وجود داره. ارسالی که کارواخال انجام میده، خوسلو ضربه سر و دروازه باز میشه. اینم گل چهارم. بازم فریادرس همیشگی خوسلوه. 4-3 به نفع رئال مادرید. یه خوشحالی جنون آمیز برای رئالی ها. رئال 4 اتلتیکو مادرید 3. دروازه یان اوبلاک بازم باز میشه. متخصص ضربات سر خوسلو این کار رو انجام میده. فقط 5 دقیقه زمان باقی مونده. رئال مادرید 4 اتلتیکو مادرید 3. ماراتون دو تیم رو رئال مادرید داره میبره. باورشون نمیشه گل زدن. ناچو مصدوم شد از این خوشحالی که انجام دادن. حرکت خوب کارواخال، ارسال تر و تمیز این بازیکن، ضربه سر چکشی رفت اونجایی که اوبلاک دیگه نتونه با هیچ کجای بدنش توپو بگیره. خیلی خوب بود ضربه سر خوسلو و اوبلاک رو فرستاد در آغوش تور دروازه. نه، توپ به پای استفان ساویچ هم به نظر میرسید برخورد کرده باشه. گل به خودیه. تو این نما چیزی مشخص نبود. پرتاب بلند، ضربه سر، شلوغی محوطه جریمه، توپی که برمیگردونن. اوبلاک با این سرعت کم میاره جلوی ابراهیم دیاز، کم هم آورد. یان اوبلاک گل پنجم و اینم پنجمیش. تیر خلاص بر پیکره اتلتیکو مادرید و تیم آقای سیمئونه، تیم شایسته‌ای که بازی رو در نهایت واگذار کرد. پنجمی رو ابراهیم دیاز زد. معلوم بود یان اوبلاک به توپ نمیرسه. به نظر میرسه سوت پایان بازی رو هم داور به صدا در آورده. کات آخر این مسابقه رو داور داده و کارگردانی قسمت اول از سگانه شهرآوردای شهر مادرید رو به پایان میرسونه. ممنونم از شما بینندگان عزیز که همراه شبکه 3 سیما برنامه گزارش ورزشی بودید. نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا 5-3 به نفع رئال مادرید به پایان میرسه. ببینیم در تقابل اوساسونا و بارسلونا کدوم تیم میتونه برنده باشه تا پا به دیدار نهایی و تقابل با رئال مادرید بذاره. تشکر از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.